شهر تاریخی ضحاک که به نام شهر سرخ نیز شناخته می شود، در محل ورودی شرقی وادی بامیان و در قسمت جنوب غربی ششپول واقع شده است. از 8 آبده تاریخی بامیان که به عنوان میراث فرهنگی جهانی در سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو به ثبت رسیده، یکی هم شهر ضحاک است. این شهر در حدود 18 کیلومتری شرق مرکز این ولایت قرار دارد. ارتفاع این شهر که 2 بخش می باشد از 110 تا 180 متر تخمین می شود. باورهای عامیانه در میان مردم بامیان وجود دارد که نشان می دهد این شهر توسط یکی از شاهان مقتدر افسانه‌ای ترک به نام ضحاک ماردوش ساخته شده است. روزگار شهر ضحاک 4 راه ارتباطی دنیای قدیم بود. راه‌های تجاری که در گذشته از این محل می‌گذشتند، جنوب را به هندوستان، شرق را به ایران، شمال را به سلسله کوههای هندوکش، دریای آمو و کوههای قفقاز وصل می‌کردند. این شاهراه تجاری به نام جاده ابریشم نیز یاد می‌شود. از دیوارهای این شهر، برج‌های متعدد و راه‌های پرپیچ و خم آن که تا هنوز قابل مشاهده است، فهمیده می‌شود که شهر ضحاک در زمان آبادی خویش از شکوه، رونق و استحکامات دفاعی مهمی برخوردار بوده است. این مجمع بناهایی که همکنون در حال نابود شدن است، در 3 بخش پایین، بالای ارگ و بخش مسکونی ساخته شده است. با وجودی که این شهر به کلی ویران شده است، با آن هم توانسته تا هنوز جذابیتش را برای توریستان حفظ کند. My name is Tony and I am a tourist in Bamiyan. I have been to Afghanistan once before in November and I saw Mazuli Sharif, I saw Kandahar, I saw Herat, Kabul, Panjshir Valley, but I missed Bamiyan and I really regretted this because I know everyone says it is the most beautiful place in the whole of Afghanistan. Then the next day, yesterday, we saw the Buddhas. We took a car to the Buddhas and we walked and we climbed up inside. You know, you can go right to the top and look down, and we saw the caves and the prayer rooms for the Buddhas, the monks, you know, and beautiful, absolutely. شهر تاریخی که در دوران جهاد مرکز نظامی بوده و بارها توسط روس‌ها بمباران شده، یک راه پلکانی، برج‌های آبریخته، دیوارهای فرو ریخته و مغاره‌های تخریب شده چیزی باقی نمانده است. اما طی 2 دهه اخیر در راستای مرمت و استحکامکاری آن کدام کاری صورت نگرفته است. شهرهای تاریخی ضحاک و غلغله و 6 ساحه تاریخی دیگر بامیان در سال 2003 میلادی از سوی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد یونسکو به عنوان ساحات در معرض خطر ثبت شدند.